زندگی نامه جذاب رونالدو، مردی که با فقر جنگید و تاریخ ساخت. تصور کنید در جزیره کوچک، جایی دور از هیاهوی فوتبال جهان، کودکی به دنیا می آید که هیچ کس او را نمی شناسد. اما سالها بعد همان کودک نامش را روی تمام استادیوم های جهان حک می کند. این داستان زندگی کریستیانو رونالدو است. داستانی درباره فقر، اراده، وسواس، موفقیت و ذهنیتی که شکست را نمیپذیرد. سال 1985، جزیره مادیرا در پرتغال. کریستیانو رونالدو دوس سانتوس آویرو در خانواده بسیار ساده متولد شد. پدرش کارمند ساده‌ای در باشگاه محلی بود و مادرش برای تأمین زندگی خانواده کارهای مختلف انجام میداد. خانهشان کوچک بود، محلهشان فقیر و آیندهشان نامعلوم. اما چیزی در این کودک وجود داشت، از همان ابتدا متفاوت بود: انرژی بیپایان. او بیشتر از حرف زدن میدوید، بیشتر از فکر کردن فوتبال بازی میکرد. توپ برای او فقط یک وسیله نبود، یک راه فرار بود. در کوچه های تنگ مادیرا، رونالدو همیشه از همه بچه ها جدی‌تر بود. اگر میباخت گریه نمیکرد، عصبانی میشد و دوباره بازی را شروع میکرد. او از همان کودکی یک ویژگی داشت که بعدها امضای شخصیت شد: وسواس نسبت به بردن. مادرش بعدها گفت او حتی در خیابان بازی میکرد. اجازه نمیداد کسی بهتر از او باشد. در همان سن کم همه میفهمیدند که این بچه معمولی نیست. در 12 سالگی یک تصمیم بزرگ گرفت. او باید خانواده‌اش را ترک میکرد. پیوستن به آکادمی اسپورتینگ لیسبون یعنی رفتن به شهری دیگر، دور از مادر، دور از خانه و دور از تمام چیزهایی که میشناخت. برایش سخت بود. شب‌های اول برایش خیلی سخت بود. دلتنگی، تنهایی، گریه‌های پنهانی. ولی و اما چیزی درونش اجازه تسلیم شدن نمیداد. او تمرین میکرد بیش از همه و هر روز به خودش یادآوری میکرد: من اینجا نیستم که معمولی باشم. در نوجوانی پزشکان متوجه یک مشکل قلبی در او شدند، چیزی که میتوانست پایان رویاهایش باشد. اما با یک عمل ساده او به زمین فوتبال برگشت. خیلی ها بعد از چنین تجربی عقب میکشند، اما رونالدو قوی‌تر برگشت. او حالا یک هدف داشت: یا بهتر شدن یا هیچ. در اسپورتینگ لیسبون خیلی زود همه فهمیدند که این بازیکن خاص است. سرعتش غیر قابل کنترل بود، تکنیکش در حال پیشرفت مداوم و ذهنش فقط روی پیشرفت تنظیم شده بود. یک بازی دوستانه مقابل منچستر یونایتد کافی بود تا دنیا او را ببیند. بازیکنان یونایتد بعد از بازی گفتند این پسر باید همین حالا با ما بیاید و سرنوشت همین را می‌خواست. در سال 2003 کریستیانو رونالدو به منچستر یونایتد پیوست. سر الکس فرگوسن او را به عنوان یک استعداد خالص اما انفجاری دید. او شماره 7 افسانه‌ای را گرفت، شماره‌ای که قبلا روی دوش اسطوره‌ها بود. روزهای اول سخت بودند، اما او زیاد دریبل می‌زد، زیاد اشتباه می‌کرد، اما هر روز بهتر می‌شد. تمرین، تمرین، تمرین. در سال 2008 قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. توپ طلا را برد و به بهترین بازیکن جهان تبدیل شد. اما این فقط شروع بود. سال 2009 انتقالی تاریخی. رونالدو به رئال مادرید رفت. فشار، بی نهایت انتظار، غیر قابل تصور. اما او از فشار ساخته شده بود. در رئال مادرید بیش از 450 گل زد. چندین بار آقای گل شد. 4 قهرمانی لیگ اروپا را کسب کرد. رقابت با لیونل مسی باعث شد فوتبال وارد عصر طلایی شود. هر بازی یک نمایش بود.
هر گل یک بیانیه بود. در نمادین ترین لحظات قیچی برگردون به یوونتوس. حتی طرفداران حریف هم ایستاده تشویق کردند. در تیم ملی همیشه زیر فشار بود. میگفتند او در تیم ملی نمیتواند مانند باشگاه باشد. اما او جواب را در زمین داد، نه با حرف. در سال 2016 اروپا را شوکه کرد. پرتغال قهرمان یورو شد. هرچند در فینال مصدوم شد، اما کنار زمین مثل یک مربی تیم را هدایت کرد. او اولین قهرمانی بزرگ تاریخ پرتغال را ساخت. او به یوونتوس رفت. در ایتالیا هم گل زد، هم رکورد شکست. اما فوتبال همیشه داستان‌های جدید دارد. او دوباره به منچستر یونایتد برگشت. اما این بار شرایط متفاوت بود. سن بالاتر، تیم متفاوت، فشار رسانه‌ای بیشتر. اما یک چیز تغییر نکرد: ذهنیت گلزنی رونالدو. در سال 2023 به النصر عربستان پیوست. بسیاری گفتند کار تمام است. اما او هنوز بازی می‌کند. هنوز تمرین می‌کند. هنوز گل می‌زند. هنوز رقابت می‌کند. چرا؟ چون برای رونالدو فوتبال فقط یک شغل نیست، یک هویت است. کریستیانو رونالدو فقط یک بازیکن فوتبال نیست. او یک فلسفه است: سخت‌کوشی، انضباط، وسواس در پیشرفت و ایمان به خود. از کوچه‌های مادیرا تا بزرگترین استادیوم‌های جهان، او ثابت کرد که استعداد مهم است، اما ذهنیت همه چیز